حساب کنیم 1000 تا دیگه میتونم اینور بیارم. حدودا فکر کنم 1600 تا نقدیم. $200 دیگه بخوایم $200 میشه چند تا BDX تتریشو بخوایم حساب کنیم، قیمتش رو حساب کنیم. الان ماشین حساب میزنم. خب FN ماشین حساب میگیم 220 تا اثبات داشتیم، تقسیم بر ضرب داره میگم 0.1 که کنیم چگم 220 تقسیم بر 0.1 2200. اوکی، ما باید 2200 تا بر خرید بزنیم که حد میخوایم ببینیم چقدر ضرر میشه. 20%ش که اینقدر مارجین تعریف کنیم براش. خبر اینه که داریم اون حسابی که اول کار باز کردیم 3000 تا ریختیم و داریم ضریب شارپ رو رعایت میکنیم که یه سود ثابت دلاری بگیریم که از لحاظ دلاری هیچ روزی کمتر از دیروز نباشیم. داریم این کار رو انجام میدیم. اوکی، چون بچه‌ها سود و ضرر رو میتونی لورج ببندی هر چی دوست داشته باشی. ما مهم اینه که دلاری سود کنیم. موضوع اینه. خب الان میخوایم ببینیم حد ضرر اینو باید چقدر بذاریم. وقتی تو فیوچرز فاندینگ ریت به تو اینقدر سود بده، فاندینگ ریت منفیه، خب ارزش نداره تو اسپاتی چیزی رو بخری، اصلا ارزش نداره. و این ورم چون نوسانه زیاده حد ضرر معنی نداره، چون تو با قیمت اسپات لیکوید میشی و کمیسیون لیکویدی برای آلتای کوچیک ارزشش رو داره وقتی ایزوله باشه. پس اینو گذاشتم ایزوله. اوکی، یه مقدار روی آموزش سود فیک رو نگاه کنی میفهمی که گول ای درصد سودا رو نخوری هیچ وقتم. خب الان این 200% لورج 5 تو اینو این همش هم با فاندینگ ریت ها، نه که مثلا پوزیشن خیلی رفته تو سود، فاندینگ ریت خیلی سود داده. گفتم چرا کوینای سکیوریتی فاندینگ ریتشون بالا و سود خوبی میدن. کل کمیسیون فاندینگ ریت $33 ولی خود سود اون لانگه $12. فاندینگ ریت خیلی مهمه بچه‌ها، کسی هم توجه نمیکنه مخصوصا برای کوینای سکیوریتی. خب الان اینورم خواستیم ببینیم 20% $220 چقدر میشه. میگیم 0.2 ضرب در 220 میشه $44. $44 باید تو این پوزیشن ریسک کنم. چرا؟ چون اون استراتژی اولیه هم این بوده. چه فرقی داره تو اثبات $44 ضرر کنی یا فیوچرز؟ اوکی، خب برای اینکه 44 تا اینجا ضرر کنم 44 تا باید وارد کنم. اولا مارجین اینجام که 34 تاه، باید 44 تا دیگه بیاد روش. خب اگه قیمتی یه دفعه بریزه انگار اثبات هم اونقدر ضرر میکنم دیگه، پس حسابم سر به سر میشه، همون 3000 تا میشه حدوداً. البته فاندینگ ریت هم یه مقدار گرفته تا اون موقع. پس اینجا باید اول میام این دیواره خرید و فروش رو بچه‌ها همیشه دقت کنید که شادو نشید. تو تایم فریم یه دقیقه نگاش کن ببین چه شادوهایی داره، چون دیواره خرید و فروشی نداره. ما نگاه دیواره خرید و فروش بکن، تو میشی شادو وقتی حجم بالا بزنی و حجم تو کم بزنی. قیمت بازار خب چون میخوایم شادو بقیه نشیم، تو ربع ساعت نگاش کن، باید شادو بقیه نشیم. 5% چه نوسانی هم داره اینجا ها، عجیب نوسانی هم داره. خب تتری خب بیدیکس باید 22 بار باید خرید بزنم. 22 بار، 23 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار. ها انتقال ندادم مارجین براش، از سود خودش اومدم واس کردم، حفاری زدم. اوکی انتقال میدم از اسپات به فیوچرز. یه چقدر این ور داشتیم که بخوام انتقال بدم. خب فعلا تا روند بشه اینو بفرستم. خب قیمت لیکویدی و
باید بیاد 74 یا 69. خب ایزوله 4 اگه بشه اوکی. پس یه مقدار دیگه انتقال بردم. اثبات به فیوچرز 4 تا بزنم فعلا، بعدم آقایشو میزنم. خب 4 چون این برای تایم بلند است. اونی که های ریسکی رو دارم که اوکی، ساب اکانت ها تازه درست کردیم دیگه. این برای تایم بلند است که دارم حد ضررش خیلی پایینه. اون حد ضرر کوچولوئه که ضریبش بالا، سود زود بازگشت سرمایه میده یه روزو که گذاشتم دیگه، دست به اون نمیزنم. خب قیمت لیکویدیش اوکیه. چند تا الان باز داره مارجینش؟ یه 7 زدم، 8 تا 9 تا 10 تا، مارجین 65 تا. ببینم چقدر الان درگیر حسابه. الان درگیر حسابون 2200. خب یه مقدار دیگه باید بیاد روش. پس 2300 یه 200 دیگه. اما قیمت رو چقدر بردم بالا. وقتی دیواره خرید و فروش نمیشه باید کم کم بزنی. دیواره خرید و فروش که کم باشه خودت میشی تکون دهنده بازار. نباید یه دفعه خرید کنی. 3000 تا بشه کافیه. خب کلن 185 تا دیگه. اوکی 3143 تا 86 دلار کلن درگیر توی پوزیشنه که 42 تاش سود خودشه، یعنی کلن 30 خورده الان درگیر دارم. و های ریسکام هم که دارم، شورت بیت کوین هم که هستش 78 تا. اون اسپات ها رو میتونم بذارم بیت کوین سود ثابت بگیره، اونور بیت کوین رو شورت کنم که ایورم بیت کوینی آره مقداری سود کنم. ارزش هم نداره اونقدر، میدونید وقتی آدم حسابش میکنه میبینه همون تترو الان. خب تو نمیتونی همه سرمایه تو درگیر کنی. کلا وقتی میای 1% سرمایه تو های ریسک میذاری، میبینی اون 1% سرمایه قدر سود میده، موقع تترو دیگه میذاری سود ثابت بگیره. چه کاریه؟ خب ریسک نکن دیگه الکی. 1% تو های ریسک بگیر، ما بقیشو بدون ریسک. چه کاریه؟ خب بیت کوینی ها 300 تا اینجا بیت کوین دارم میذارم درآمد ثابت برای اون AMM BDX بودی بیت کوین ها که الان سود سالانه 11% بگیره. اوکی چون حالت ایردراپ رو تا 0.1 بیت کوین. میدونی چی میگم؟ امیدوارم یکی بفهمه این وسط این اطلاعات و قدرش رو بدونه. کسی نگفته اینا واقعا. حیف. اینم حله. مابقیشم بدم بیت کوین اون ور شورتشو بگیرم که فاندینگ ریتش خوبه، یه 20% برام میفته باز. خب 60 تاشو از اسپات ببرم به فیوچرز. یه 100 تا دیگه شم ببرم 200 تاشو بکنم بیت کوین که سود ثابت بگیره. اسپات بیت کوین بخرم سود ثابت، اونورم بیت کوین رو شورت کنم که فاندینگ ریتش به نفعم شه. خب بیت کوین BTC چارتش هم بخوای نگاه کنی الان یه قشنگ وسط یه ندونمیه، چون هنوز کف قبلیشو نشکنده و نه جای تو خرید کنی الان نه جای فروش کنی. من حالا میخوام اسپات بخرمش اونور فیوچرزش رو شورت کنم که از فاندینگ ریت فیوچر سود کنم، از سود اسپاتش هم که سود درآمد ثابت سود کنم. 200 تا بیت کوین خرید. اوکی حساب درآمدزایی بیت کوین سابسکرایب هم اوکی. خب چی میمونه؟ خب فیوچرزش هم شورت کنم 200 تا بیت کوین خریدم، میبر 200 تا هم شورت کنم چون فاندینگ ریت بچه‌ها به نفعت میشه.
BDX و 3500 تا کنم. 164 قیمت بازاره. 164. خب 3 تا 193 3500 تا فیکس. قیمت لیکویدی ممیز 76 0.76 باید بیاد 0.75 5 هرچی حجمتون بیشتر میشه طور میشه 74 51. کلا 100 تا درگیر BDX کردم، کلا $100. به جایی که بیام $100 رو اسپات بخرم اومدم لورج 4 خریدم، $100 باز کردم که 42 تا سود خودشه، عملا انگار 63 تا باز کردم. اوکی بیت کوین هم باید بیام الان شورت کنم. چقدر؟ 200 هم $200 بیت کوین شورت 200 ضریبش رو کنم 2. چرا 2؟ چون خیلی میخواد 100% بر رشد کنه که لیکوید شم. چقدر ریختم؟ 140 فعلا. یه 140 تا شورت، یه 60 تا دیگه بزنم، یا که راست رو کنم 3، یه 60 تا دیگه. کلا چقدر بیت کوین الان شورت دارم؟ 270 تا. 70 تا زیادتره. چرا اوور؟ نه درسته یه 100 تا و 200 تا بودن، یه 300 تا اوور گذاشتم، 270 تا هم شورتی ور کافیه. فاندینگ ریتش به درد میخوره، اوور هم سود میده. اگه هم بیت کوین بره بالا ضرر نمیشه چون کمتره تا اون مقدار. اوکی این اوکیه، اینم اوکیه. مارجین در دسترس 134 تا مارجین دارم. پس اینو اگه کنم 2 چی؟ یکش کنم 182ش کنم. موجودی حساب 89 تا 89 تا داره. اوکی پس یه 30 تا دیگه هم میتونه بیاد روی بیت کوین. پس اوکی 300 تا شورت بیت کوین، 360 تا لانگ BDX و 66555 اینا هم که اوکیه. ببین حتی این راندوم هم که باز کردیم سوده، چون فاندینگ ریت به نفعمون بوده. بچه آمار احتمال خیلی مهمه وسط. تو فاندینگ ریت همون سود فاندینگ ریت هم حساب کنی، آمار احتمالی سود کردی. حالا بماند دیلی بخوای باز کنی، وقتی دیواره خرید و فروش نباشه خودت داری قیمتو عوض میکنی. خب اگه اثبات بخری همینه دیگه. نگاه کن چه فرقی داره تو فیوچرز بخری حد ضرر بخوری، چه اثبات بخری 97% بیای پایین. اوکی پس هر کوینی برای اثبات خوب نیست. اینم آنچنان دیگه فاندینگ ریت. چقدر بازار ریختم من که داخل این ریزش ها زیاد سهیم نبودم، زیاد ندیدمش. اوکی این فاندینگ ریتش جالبه، نمودارش نگاه کنم اکثریت وقتا هم اینطوره. این هم جالبه، چارتش هم جالبه برام. این هم یه 30 تا بخرم کراسی یکی. اوکی فاندینگ ریتش در میاره اصلا. سود فاندینگ ریتی که اینا میدن عجیبه. خب مثلا تو همچین چیزی نگاه کن، اینا چه فرقی داره اثبات بخری 95% بیای پایین. این عملا کن نابود شده است دیگه. اینو تو 5 چقدر میشه 10 تاشم بخری همینطور هم بریزه صفر بشه، این فاندینگ ریتی این وسط رو کسب میکنی خیلی میشه بچه. به مرور الان فاندینگ ریت اینو که نگاه کنی، تامین نقدینگی
مال بی دی ایکسه. چرا؟ چون فاندینگ ریت وقتی منفی باشه به نفع توه، مثبت باشه لانگش خوب نیست، بعد شورتش کنی. مثلا بیت کوین شورتش بهتره تا لانگش. $33 فاندینگ ریت. اوکی. یک مقدار اون AMM رو کسب کردم، دارم ریسکش رو تقسیم میکنم توی فیوچرز. میدونی؟ چون باید ریسک تقسیم شده باشه. اینم 10 تا. وقتی یه طوری باشه دلاری ضرر نکنی، خیالت راحت باشه، عملاً زیاد ناراحت نمیشی. میدونی؟ چون دلاری ضرر نکردی، اون روان آدم یک مقدار آرومتره. پروژهش رو خوندم، تعجبم یه قدر مثلا ریخته. بعضی پروژه رو میخونی اینقدر تعریف دارم، وقت میبینی 90% ریخته. خب وقتی اثبات بخری مثلا میگی آره فلان کوین چقدر خوبه، میفهمی که نه، به درد خودش میخوره پروژه. اوکی. خب اینم از تنظیم حسابه، چون میخوام دلاری ضرر نکنم نسبت دیروز، خیالم راحت باشه. این یکی رو هم بزنم 7. دارم سود رو ریسک میکنم دیگه. همیشه سودتو ریسک کن، اصل پولتو همیشه سعی کن ضرر نکنی. سعی که نه، هیچ وقت اصل پولتو نباید ضرر کنی. یه طوری بچین که سودتو ریسک کنی، خود پولتو ریسک نکنی هیچ وقت. دیدی که چیکار کردم از اول حساب تا الان؟ بچه لایو اومدیم که بدونی یک تریدر چطوری آقا از اولش میره جلو. حل. اینا هم خوبه. اینا نمیدونم زدم یا نه. نه اینم باید بزنم. اینو آمار احتمالی زدم. چرا؟ اینا آمار احتمالی باز شده بر اساس فاندینگ ریت. خب تو وقتی 100 تا پروژه فکر کن برداری، این 100 تا پروژه 2 تاش حالا صفر مطلق هم بشه، خب تو مدیریت سرمایه کردی و روی کراس هم هستش. این فاندینگ ریت به طور آمار احتمالی در نظر بگیری به نفع تو. حالا بماند که این ورم این ایزوله که دارن رو این خودش میاد رو کل حساب سودش و عملا ریسک لیکویدی منو رو کل حساب صفر مطلق میکنه تقریبا. کل حساب که 300 تاشی بره، در اصل 3000 تای دیگهش که بقیه جاهای پایه. حالا میبینم که زیاد اصلا، ولی خب پایه هم برای اثبات فقط داشتش دیگه، مجبور بودم رو اثبات بذارم. خب درآمد ثابتش هم که ببینی گذاشتم اونور بیت کوینشو که گذاشتم درآمد ثابتم شورت کردم که فاندینگ ریت به نفعم شه. فیوچرز هم که حله و حسابم که قشنگ میبینی که روزی نبوده کمتر از دیروزش دلاری بشه، هر روز دلاری میرفته بالا. تو باید سودت ثابت باشه. خیال راحتی، اون خیال راحتی بهتره همه چیه. وقتی خیالت راحت باشه دلاری ضرر نکنی خیلی کارت بهتره. خب دیگه اینم تموم شد دیگه، کاری نداره خواهد انجام بدم. ساب اکانت هم که باز دارم، کلا ساب اکانت 5 تا ریختم، ولی چون لورجشو بردم بالا، یعنی لورج بالا و مدیریت ریسک شده که تر کار کردم اینطوری سود داده، وگرنه ساب اکانت که ساب اکانت اسمش دیگه، ریسک بالاتر تو میبری توی ساب اکانت نه اکانت اصلی. خب و دیگه مدیریت سرمایه رو این حساب فعلا نیاز نداره. فردا ببینیم چجوری میشه. فردا میخوام تست بک رو بهتون یاد بدم توی متا تریدر اگه بشه، چون با برنامه‌هاش اینو دانلود کنم. یه مقدار کار رو زیاد سرم تلمبار شده، چون
بچه‌ها من الان میام برای شما لایو میذارم، مجبورم یه حساب جدا از حساب اصلیم برای شما بیارم. من که نمیتونم بیام حساب اصلیمو به شما نشون بدم، درد سر میشه. خب درد سر میشه، مجبورم ساب اکانت بیارم. اونور حمایت ها هم کمه، هیچکی هم کامنت نمیذاره، لایو هم هیچکی کامنت نمیذاره، آدم یه ذره دل سرد میشه. وگرنه من که نمیام مثلا حساب اصلیمو اینجوری ببرم بالا برای شما استاندارد قشنگ. اون حساب اصلی هم نمیتونم نشون بدم چون جو میگیرتون. اوکی. و مدیریت سرمایه هم که انجام بدید، آموزش‌ها کامل نگاه کنید، از پلیلیست نگاه کنید. اگه سوالی بود در خدمتم، کامنت ها بنویسید، ویدیوشو براتون میسازم. تا درودی دیگر، بدرود. حواستون به خودتون باشه. کریسمستون هم پیشاپیش مبارک. کریسمس مبارک. یه مقدار درگیرم این روزا. فعلا.